ساکنان مرزی قرغیزستان در دهه ارقه و جماعت خستیورز تاجیکستان در پی کاهش پاندمی خواستار باز شدن گذرگاه‌های بین دهه‌ای هستند. سال گذشته در اوج همهگیری کووید 19 مقامات در کوچه‌های بین دو منطقه خندق کافته و برای نگذشتن ساکنان مانع‌ها ساخته بودند. قرغیزتباران میگویند طول این یک سال نرخ خوراکواریشان گران شده و زندگیشان به مشکل مواجه شده است. تاجیکستان 90% بنزین را از ما میگیرد و اکثرا از همین ناحیه لیلک میگذرد. ما از آنها خوراکواری میخریم که خیلی ارزان است. 80% اهالی ما کمبغل هستند و از نرخ بلند خوراکواری اذیت میکشند. قرغیزتباران میگویند چند پیش در ایستگاه‌های دهه مقامات قرغیز اعلانی را نصب کرده و به باشندگان بار دیگر هشدار دادند که به جانب تاجیکستان نگذرند وگرنه بازداشت میشوند. به مشاهده ما نیز حالا در یک طرف راه سربازان تاجیک و در جانب دیگر سربازان قرغیز گذشت نقلیات و شهروندان را نظارت میکنند. در قرغیزستان شهروندان تاجیک را بازداشت نمی کنند، اما در تاجیکستان شهروندان ما را دستگیر کردند. 2 هفته پیش 3 هموطن ما چاروا خریدند و وقت گذشتن از گذرگاه دهه غفوروف بازداشت شدند. ساکنان جانب تاجیکستان نیز میگویند کافتن خندق‌ها در سرگه کوچه آنها خیلی کارشان را مشکل کرده است و از ناآمدن خریداران قرغیز بازارشان کساد شد. میوه‌ها می‌آمدن بورقای می‌خرید قوقشون می‌آوردن می‌فروختن یا اما همچی برید که خرید واسه سودا هم واسه زندگانی بهتر می‌شد. دو جماعت خستیورز و اوچقلچه ناحیه باباجان غفورов با ناحیه لیلک قرغیزستان بیشتر از 40 کیلومتر خط سرحد دارد. در حدود ناحیه 34 موضع یا راهی مرزی را خندق کافته و برای کس ناگذر بودن مانع ساختند. این همش برای پیشگیری برای محافظت خود شهروندان بود که کسری سلویتی گرفتار نشوند. در آینده در وقتی که امروز ستاد هم جمهوری ستاد ولایتی ستاد ناحیه این مسئله رو کاربری کرده شده است. اگر که ضرورتی همه جای با از خودش آوردن ما شود ما همش جابجا جشن می‌کنیم. چنین مانع‌ها را در ناحیه‌های دیگر مرزی تاجیکستان ساختند که اکثر آنها تا حال برطرف نشده است. اما مقامات گمرک در ولایت سوخت میگوید آمار قاچاق نظر به سال قبلی زیاد کاهش نیافت و نشان دهنده‌ها هنوزم زیادند. مثلا آمار جداگانه قاچاق را از کشور قرغیزستان آشکارا نمیگویند و در مجموع در حدود ولایت 1417 قانون شکنی به قید گرفته شده که از این 28 حالتش را جنایت تشکیل می‌دهد. در دوم سال 2020 از جانب کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در مجموع در حدود ولایت 78 حالت قانون شکنی عاید واردات غیر قانونی سوزشواری دیزلی به قید گرفته شده است که از این 18 حالتش را سوزشواری دیزلی نوعی بنزین تشکیل می‌دهد. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر است و تاکنون بیشتر از نصف آن یا 504 کیلومتر معین و علامت گذاری شده است. از بس که خط مرز از بین روستا و راه و حولی مردم می‌گذرد، دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سری منطقه‌های بحث برانگیز به موافقه برسند و خط مرز را بکشند. ساکنان و حالدانها میگویند در بیشتر حالت قاچاق سوزشواری به نظر می‌رسد، زیرا همیشه نرخ آن از تاجیکستان خیلی پست است. به نمونه مثال حالا در جانب قرغیزستان نرخ بنزین و دیزل تا مرز 6 سامانی و از گاز 4 سامانی است. این در حالی که یک ماه آخر این نرخ در تاجیکستان به مراتب گران شده، بنزین و دیزل بیشتر از 8 سامانی و گاز تا به مرز 5 سامانی نزدیک می شود. طبق اطلاع رسانه‌ها شروع از همین ماه کشور قرغیزستان برای جلوگیری از قاچاق نیروی اضافه‌گی را به مرز فرستاده و خواستار نظارت جدی مرز شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.